بریم با هم یه آگهی تن فروشی ببینیم، اونم تو برنامه داخلی دیوار. بریم ببینیم. خیلی عادی رفتم تو آگهی‌های وسایل شخصی که دنبال یه کفش خاص بگردم و یه آگهی وسط نظرم رو به خودش جلب کرد. کفش چلو بسته صورتی. خب کفشش که خیلی خوشگل بود، واقعا دلم خواست، اما آگهیش اصلا راجع به کفش نبود. گفته بود که با این شماره تماس بگیرین، اما شمارش نیفتاده بود. تصمیم گرفتم که برم توی پیاما و ازش شمارش رو بخوام. بهش نوشتم که شمارتون نیفتاده، نظرتون شمارش رو میده؟ من فکر کنم یه آیدی بده. شمارش رو داد، اصلا فکرشم نمی کردم. بیا یه ذره اذیتش کنیم. برش می نویسم که چه سایزیه. فکر کنم دیگه بلاکم کنه. بچه بلاکم نکرد، ولی خب دیگه جوابم هم نداد. تا آگهی بعدی، خدا نگهدار.